فاذا جاءت الصاخه روز قیامت که بیاید یوم یفر المرء من اخیه از برادرت میگریزی و امه و ابیه از آچجانت میگریزی از پدرت میگریزی و صاحبتی و ابی از زنت میگریزی که یک عمر یک جا زندگی کردگی. خب حتی حضرت عیسی علیه السلام مادرش مریم میگه که عیسی جان و مرا ایروی تی قدر عذاب دادن مرا زیناکار گفتن تو مرا یاردم که در قیامت میگه آچه جان من تر یاردم کرده نمیتونم. هر کس خودش جواب میگه. حتی حضرت عیسی علیه السلام از مادرش میگریزد. این دیگه مردم یک طرف نیستند. این گپا دروغ است که یک کس من مثلا بگم که من ایشان و من مولام یک کس بگم که کارت نباشه در قیامت من تر چیکار میکنم یاردم میتونم. والله دروغ میگه. این دروغ میگه. در قیامت هر کس به عمل خودش نجات مییابد. به عمل هیچ کس نجات یافته نمیتواند. برای این سبب الحمدلله العالمین باید در همین دنیا خودمون عمل بکنیم. خودمون با الله رو بسمان زیبا بکنیم که فقط الله ما را پرسید پروردگارا خود در قرآن گفته بوده که فتقوا الله ما استطعتم مقدار قوت داری اطاعت مرا بکن تقوا بکن. خداوند چه قوتم ترا پرستش کردم با تو شریک نآوردم. تو لا اله الا الله محمد رسول الله تو معبودی بر حقی بغیر تو دیگه معبودی بر حق نیست. هیچ کس در ملک تو شریک نیست. یگان کس در ملک تو شریکی کرده نمیتواند. سبحان الله قانون الله همین است. بعد حضرت موسی علیه السلام خضر که سلام میتیه میگه در این سرزمین این خیلی سلام نیست تو کیست؟ میگه ما موسی. کدام موسی؟ موسی بنی اسرائیل. بعد جاش میخیزه میگه چرا آمدی؟ میگه الله سبحانه و تعالی مرا امر کرد در پیش تعلیم میگیرم. گفت تو طاقتی مرا نداری، تو مرا نمیدونی، اخلاقی مرا نمیدونی. گفت که حرکت میکنم طاقت میکنم. وقتی که گفت که طاقت میکنم گفت که کاری که من کردم به من کار نگی. وقتی در کشتی سوار شدن حضرت خضر علیه السلام کشتی را شکستن سر کرد. سر روش شکستن سر کرد. حضرت موسی علیه السلام خب گفت که ای خضر همین صاحب کشتی ما و شما را پیشواز گرفت، جای خوب داد، پولا ما نگرفت، به پول سواری ما کرد، ما را احترام میکنه و چرا میشکنی؟ گفت من ترا گفتم که تو در کار ما کار نگیر. خیلی گفت خلاص. برفتن کشتی که فرا آمدن قشلاق در آمدن. همونجا در بین قشلاق یک 5-6 کودک بازی میکرد. رفت یک زیباش سرش گرفت با کشتارش گرفت که تو چرا این آدم کشی؟ تو آدم میکشی؟ گفت من ترا گفتم که کاری مرا چقه نشو. اوستر میرفتن یک خانه رو تق میکرد میرآمد یگان بریدن اون نمیدادن. اوستر که رفتن یک دیوال کج دیدک حضرت خضر چپش کرد در راست کرد امور ایسر کشروش کرد. حضرت موسی علیه السلام گفت که خضر و این مردمی قشلاق که ما را نان ندادن چرا این دیوال راست میکنی؟ گفت که من ترا گفتم که مرا چقه نشو دیگه بیا جدا شیم تو دیگه طاقتی مرا نداری. الله سبحانه و تعالی میگه که بعد حضرت خضر در آخری همین قصه چی میگه؟ و ما فعلته عن امری و ما فعلته عن امری. این کارا رو من از پیش خودم نکردم. ما وحی کردگیم برای پیغمبرا فقط وحی میآید. برای دیگه یگان که جبریل نمی خبر بتید. الله سبحانه و تعالی جبریل امین فقط برای پیغمبرا میفرسته. برای دیگه یگان کس جبریل نمیخواد. همینجا در آخر قصه چی میگه؟ و ما فعلته عن امری. این کارا را حضرت خضر میگه من از پیش خودم نمی کردم. ما با یعنی با امر الله جبریل می اومد مرا خبر میداد ما کار میکردم. از همین لحاظ حضرت خضر علیه السلام نبی بود. مردگی است، گذشته رفتگی است. الله سبحانه و تعالی در سوره مومنون میگه که و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. ای محمد پیش تو کسی نمانده است، همه مردن و تو هم میری یک روز. انک میتون و انهم میتون. تو هم یک روز از دنیا میری ای محمد علیه السلام. این مردم هم یک روز میرن. برای این سبب پیش پیغمبر علیه السلام یگون کس در کره زمین نمانده بود. حاضی بعضی نعوذ بالله قصه دروغا، بعضی نعوذ بالله بی علما چی میگن؟ خضر زنده است. و چرا پیش پیغمبر نامد خضر زنده باشه؟ چرا پیش پیغمبر نامد و پیغمبر بیا پیغمبر یاردم کنه؟ پیغمبر خدا میگه که در حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اگر من امروز پیغمبر هستم حتی موسی زنده میشید میومد امر مرا اطاعت میکرد، با قرآن و سنت عمل میکرد. بعد میگه که نوی در جنگل پیغمبر چیکار میکنه؟ یا که در بحر چیکار میکنه؟ مهمی قفت داد. پیغمبر و مردم دعوت میکردن ای مردم خدا پرستید
مخلوق پرست نشید، قبر پرست نشو، خدا پرست شوید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو مدد میطلبیم. یگان پیغمبر نگفته که مرا اطاعت کنید. چی میگفتن؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را پرستش بکنید، با او الله شریک نیارید. مرا تعظیم نکنید. پیغمبر ها میگفتن که مرا تعظیم نکنید، خالقتان را تعظیم بکنید، پروردگارتان را عبادت بکنید. برای این سبب الحمدلله رب العالمین. بعد حضرت خضر که وقتی که جدا میشه، الله سبحانه و تعالی قصهش میکنه، میگه برای چی کشتی را شکستک؟ برای وی شکست که در پیش یک سردار ظالمی بود. او ظالم، او همون سردار همون منطقه ظالم در قدره کشتی ها میستاد. کدام کشتی که زیبا بود، میگه ویرا صاحب شب پرتوی دوست که یعنی بگیری دستش کشتی را بیاری. برای این سر و دهن همون کشتی را شکست، یعنی بیزیب کرد که توی که همون در چشم بیزیب بود و حق مسکینا را نگیره. خب میگه برای چی کودک کشتک؟ کودک برای کش که پدرش مادرش مسلمان بود، این کودک کافر میشد، از دین میر آمد. به سبب محبت پدر و مادر که پسر زیباشون دوست می داشتن، اینا هم کافر میشدن. به همین خاطر الله سبحانه و تعالی امر کرد که را بکش، من در بدلش فرزندای صالحش میتم، مسلمانش میتم. خب اگر کسی پرسه میگه که حضرت خضر علیه السلام برای چی دیوار کج راست کرد؟ الله سبحانه و تعالی میگه که و کان ابوهما صالحا، به خاطر پدرش، رنگ پدر زیبای شما، چی نام داشت پدرتون؟ خوجا احمد. خدا رحمتش که رنگ پدر شما، بابای شیخ سعید رحمان که پدر شما که خوجا احمد آدمی قرآن خوان و در بالای قرآن بود، الله چی میگه؟ و کان ابوهما صالحا، به خاطری که پدر بزرگوارش مرده بود، در قبر خواب بود، مرد صالح بود رنگ پدر شما، به خاطر نمو الله امر کرد که در تگ همین تنگا تیلاس پسرای یتیمی ای دزدان ندزن، تنگا تیلاشا اینا کلان شون، تنگا تیلا را بگیرن، زن بگیرن، زندگیشان پیش برن. یعنی این آیت چی معنا داره؟ پدر صالح که رنگ پدر شما در زیر قبرم باشه، برکتش 100 سالها در این خاندان میماند. الله چی میگه؟ و کان ابوهما صالحا، به خاطر پدر اینها که صالح بودن. یعنی مرد صالح بعد مردهش هم برکتش باقی میمونه. خداوند ما و شما را موحد بگردانه، یک تا پرست بگردانه. خداوند بابی خوجا احمد قبرش باقی از باقی جنت بگردانه. خداوند قرآنای خواندگیش مونیش قبرش بگردانه. فرزنداش مثل همون قرآن خوان شوند. عاقبت کار ما و شما را بخیر بکنه یا ارحم الراحمین.